سلام دوستان، با چینل افغان تکنولوژی خوش آمدید. در این ویدیو خواستم برای شما باز هم آموزش بدهم چگونه میتوانیم کردیت کارت موبایل را با کمری موبایل ثبت کنیم. شاید برایتان دوستا این کار عجیب باشد و شاید بگویید چگونه، اما این کار ساده است. اگر میخواهید بدانید این ویدیو را تا آخر با ما همراهی کنید تا شما عزیزان بدانید دوستا. حالا دوستا به خاطر این کار شما به یک اپلیکیشن نیاز دارید که به اسم BB اسکن کارت هست که در اینجا من آن را سرچ میکنم. ببینید دوستا BB اسکن کارت. حالا من این را لوکیشنش را پیدا میکنم و دوستا ببینید این اپلیکیشن را من باز کردم که در این قسمت تقریبا اسکن میخواهد که میگه کردیت کارت را در اینجا وارد کنید، همان بگیرید که شمارش مشخص کنه و دوستا بعد از او این کار آن کردیت کارت ثبت شود. حالا ببینید دوستا من کردیت کارت در اینجا می آورم. خب دوستا من این کردیت کارت هایی است که من می خواهم حالا توسط اینها توسط یکیش من شما را نشان دهم که چگونه می توانید کردیت کارت موبایل را توسط کمری موبایل ضبط کنید. حالا دوستا من اینجا یکی را قطع کردم که 100 افغانی هست و می خواهم حالا این را در موبایلم من دوستا ثبت کنم. حالا این را ما پاک میکنیم دوستا. تقریبا دوستا پاک شده است. حالا ببینید من این را اسکن میکنم. ببینید با چقدر سادگی میتوانیم یک کردیت کارت را در موبایل ما ثبت کنیم که بدون کدام دیری. ببینید در اینجا که شماره کردیت کارت را موبایل من تشخیص کرد و اسکن کرد. حالا دوستا ببینید در این قسمت شما وقتی که اپلیکیشن را نصب میکنید در این قسمت کد نمی باشد. حالا من سیم کارتم روشن است، من اینجا کد روشن را که کردیت را ثبت میکنیم وارد کردم و اگر شما دیگر سیم کارت ها استفاده میکنید، مثلا سیم کارت شما اتصالات است دوستا، از اتصالات ستاره 123 هست به فکرم، همه را در اینجا وارد کنید و بعد از در این قسمت هم علامه لنبر دوستا. بعد از ببینید که همین کردیت کارت را تشخیص کرده. حالا در این قسمت ببینید اوکی هست که من باید سر اوکی کلیک کنم و وقتی که سر اوکی کلیک کنم ببینید همین کردیت کارت من ثبت می شود که در اینجا نوشته شد پیام شما موفقانه فرستاده شد و ببینید که کردیت کارت ثبت شد دوستا. ببینید پیامش هم آمد که شما 100 افغانی در موبایل خود ازدیاد کردید دوستا. حالا دوستا چگونه می توانید این اپلیکیشن را به دست بیاورید؟ طریقه دانلود از این ساده است دوستا. در دسکریپشن من یک لینک میگذارم که دانلود اپلیکیشن نوشته می باشد. سر از امو کلیک کنید، یک بخش براتون باز میشه، سر دانلود اپلیکیشن کلیک کنید، بعد از او همین اپلیکیشن براتون دانلود می شود. تا ویدیوی بعدی که باز هم افغان تکنولوژی برای شما یک آموزش در نظر میگیرد، شما را به خداوند میسپارم. یادتان نره که اگر بار اولتان از ویدیوی چینل افغان تکنولوژی را تماشا کردید، حتما کانال افغان تکنولوژی را سابسکرایب کنید چون شما پیشرفت کنید. خدا نگهدار.